درود دوستان عزیز، اومدیم با یه آموزش بیس کارمون رو چسبکاری میکنیم و شروع میکنیم به لاک الکل زدن بیرنگ. من لاک الکل بیرنگ میخوام بهش بزنم برای اینکه کارم یه ذره زنده بشه و رنگ کمتری به خودش بکشه. اگر لاک الکل بیرنگ نداشتید میتونید از چسب چوب رقیق شده استفاده کنید و وقتی گذاشتید خوش شد شروع کنید بیس کارتون رو رنگ کردن. اما قبل از اینکه من بخوام رنگ بکنم میام یه استنسیل معمولی انتخاب میکنم و از تکسچر سرامیک استفاده میکنم و مواد گذاری میکنم. اصلا برام طرحش مهم نبود و حالا برای شما مهم نباشه چون ما فقط میخوایم مواد گذاری بکنیم که یه ذره برجستگی داشته باشه که خط بیفته. کاملا کار اصلا طرحش معلوم نمیشه در آخر. مواد گذاریمون که کردیم گذاشتیم خوش شد، یه رنگ نارنجی من انتخاب کردم و شروع میکنم کل کارم رو رنگ کردن. من از 2 رنگ میخوام استفاده کنم. اول رنگ نارنجی تیرم استفاده میکنم، شروع میکنم کل کارم رو رنگ کردن و میذارم بعدش خشک میشه. رنگم که خوش شد یه نارنجی روشن درست میکنم، به نارنجی یعنی سفید اضافه میکنم و شروع میکنم ضربه یه جاهایی رو کار انجام دادم مثل جایی که دارید میبینید و با یه قلموی تمیز مرز خط بینشون رو با همدیگه فیکس میکنم، یعنی میکشم و یه ذره میذارم به هم ترکیب بشن. کارم که خوش شد میام از یک نارنجی گلبهی متالیک استفاده میکنم، فقط کالرواشی و ضربه‌ای میزنم، هم ضربه‌ای هم کالرواشی تاچ میزنم که میخوام یه جایی از کارم براق باشه و شاین بشه. کارم که کاملا خوش شد یه آبی فیروزه انتخاب میکنم، زهر کارم رو میگیرم، یعنی زهر رنگم رو میگیرم و شروع میکنم کالر واش کردن. یه جاهایی رو تیره تر یه جاهایی رو هم کمتر کالر واش میکنم و میذارم و دوباره خشک بشه. حالا وقتی که خوش شد از یک ژاپن قهوه‌ای استفاده میکنم، با قلموی تمیز زهر کارم رو میگیرم، یه جایی از کارم رو کالر واش میکنم. تموم شد و بچه ها آخر سر بهش وارنیش میزنم برای فیکس شدن رنگ ها. فقط یادتون باشه که کار باید خشک بشه. ممنون که همراهمون بودین.